رقصم. بله. فرض کن من زیاد عادی نبودم. فرض کن کچل بودم و رنگ پوستم رنگ کیسه هموم بود. حالا نه رنگ کیسه هموم، کم رنگ تر. اون وقت تو بازم با هم معاشرت میکردی. خب معلومه صورت زیبا برام مهم نیست، من به قلب آدم رو نگاه میکنم. خیالم راحت شد، پس صورت مهم نیست. آره مهم سیرت زیبا. پس اون حرفای کلانتری چی بود؟ صورت زیبا و ظاهر و از این حرفا. واقعا خیال میکنی من با آدمی مثل تو میتونم زندگی کنم؟